سلام، چطوری بچه‌ها؟ امیدوارم که حسابی حالتون خوب باشه. روز خیلی خوب رو شروع بکنید و خیلی هم خوب تمامش بکنید. امروز دکتر فکت همون جوری که قول داده داره میره دانشگاه براتون ولاگ بگیره. امیدوارم که فقط خلوت باشه، کسی نباشه اونجا و بتونم ولاگمو بگیرم، کسی بهم گیر نده، سریع بگیرم و بیام. آره یه کمی تغییر کردم البته الان درآمده بچه‌ها. آره دیگه میخواستم اینجوری بگیرم با هم حرف بزنیم و اینا، دیدم خطرناکه. مامانم هم قطعا اگه ویدیو رو میدید میزد منو که خدا ذلیلت کنه و از این حرفا. دیگه گفتم اینجوری با هم حرف بزنیم. بذارید بعد جلوم فیلم بگیرم. اینجا سیتی سنتره، دارم میرم سمت دانشگاه. دیگه اونجا رسیدم دوربین رو در میارم و حسابی فیلم خفن واسهتون میگیرم. بذارید یه کاری کنم سریعتر برسیم اونجا. من بلدم اما یه بشکم بزنم سریع برسیم دانشگاه. 1 2 3. خب بچه‌ها من رسیدم. ماشین رو اصلا اومدم بیرون دانشگاه گذاشتم که از همون اولش بتونم فیلم بگیرم. خیلی وقت 3-4 سال من اصلا اینجا نیومدم و تا میرم تو دانشگاه. شما همین الان دکمه لایک رو بزنید دیگه. بس که ورودی دانشگاه دیگه این شکلی. واقعا اینجا خیلی خوشگله به نظر من. حالا بچه ها گفته بودن که ما درخت و اینا زیاد دیدیم دیگه واسه همون درخت و اینا نظر. خب واقعا اینجا قشنگه دیگه. از اینجا دارم میرم و براتون توضیح میدم. خب اینجا میره سمت دانشگاه پزشکی. اینجا که اتوبوس هم وایساده زردر دارید میبینید ایستگاه دانشگاه دندونه، چون مسیرش واقعا طولانیه و با اتوبوس میرن همینجا. اینجا هم که کماکان جنگله و این اتوبوس اون سمت هم میره پیش دانشکده دارو. حالا اون طرف هم میریم بهتون نشون میدم. الان دوباره یه سری ها میان میگن چرا اصل چمن رفتی؟ بابا راه نبود، به خدا راه نبود. بعد یه چند نفرم اینجا نشسته بودن، نمیخواستم برم وسطشون دیگه. حالا بچه‌ها نمای ساختمونا رو که ببینی هم بافت قدیمیشو حس میکنید، اینجا خیلی قدیمیه، و هم ببینید چقدر فیروزه‌ای خوشگل همه رنگ ساختمون. بچه‌ها کاشیکاری ها رو ببینید، کل ساختمون همین شکلیه، یعنی همه ساختمون پزشکی همینجوری کاشیکاری شده و خیلی خوشگله واقعا. اینم که تابلو دانشکده پزشکی. دوباره همه جا از این کاشیکاریا داره و این شکلی. بریم یکم توش. خب این حوض معروف دانشکده پزشکی اصفهانه. بعد اینجا هم یه چند تا ساختمون اداریه. اینجا ساختمون ریاست و اینور آموزش میشه. اینم که خود ساختمون دانشکده پزشکی. ما حالا میریم تو این.
دوران علوم پایه. بعد این سفیدا کمدن قبلا آبی بودن، مثل همینا فیروزه‌ای بودن و خیلی خوشگل بودن، ولی خب عوضشون دید. بچه من خودم خیلی خود اینجا نیومده بودم، یه حس عجیب غریبی واقعا دارم. ببینم کلاس ها باز هستن برام توی یکیشون نشونتون بدم. کلاس ها قفلن متاسفانه، ولی همه صندلیام عوض کردن و نو کردن. کلاس خالی پیدا کردم اومدم که بهتون نشونش بدم. کنید واقعا یادش بخیر. این یکی از کلاس های دانشکده است و یادش بخیر واقعا. من تو همه این کلاس ها نشستم. اینم از کلاس. دیگه چی میخواین؟ بچه بذارید این قضیه ارتفاع بهتون بگم. اینجا رو ببینید، من طبقه اوله، یعنی همکف دانشکده‌ام. همون همکفم، همکف اینجا. و ببینید که یه مثلا 2 طبقه ارتفاع. ولی این طرف برم میبینید که اینجا همکف شد دوباره و این خیلی جالبه. اینجا هم که دوباره حیات دانشکده است و دوباره همه این کاشیکاری ها هستن. اینم یه دونه از این دست نوشته هاست از اینا. بریم این طرف هم بهتون نشون بدم. اینجا قبلا سلف بود، یعنی سلف نه، یه دونه چی بهش میگن از اینجایی که خوراکی میفروشن، تریا، کافتریا بود و دیگه الان شده بود کارگزینی. اینجا هم باز از این کاشیکاری و اینا داره و کلن جای دنجیه دیگه. و امروز که من اومدم نگاه نکنید که اینقدر خلوته. من دقیقا گذاشتم یه روزی بیام که کسی نباشه و بتونم فیلم بگیرم. این طرف دانشگاه این طرف دانشکده ساختمونای اصلی دانشکده پزشکیه، در واقع دانشگاه علوم پزشکی میشه. ساختمون 1 و 2 و 3 که هر کدومش واسه یه کاریه دیگه. مثلا ساختمون 2 ساختمون مرکزیه و واسه آموزش کل میشه در واقع. از این پله ها هم که بریم بالا یه دونه زیراکسی هست که بچه های دانشکده میان اینجا و زیراکس اینا میگیرن. البته قبلا اینجا بوده ولی خب حالا شیک شده و رفته اونجا. انگار 100 سال نبوده. خب این هم از دانشکده علوم پزشکی اصفهان. البته خب خیلی جا داره بچه ها. من خیلی کم بهتون نشون دادم، سعی کردم که کلیاتش رو نشونتون بدم و بیشترش فضای سبزاست دیگه. میدونی واقعا همه جاش فضای سبزه. خیلی چیز داشت که بهمون نشونتون ندادم. قطعا سالن مولاژ نرفتم، سالن تشریح نرفتم. البته باز بود درش ولی خب یکی دم درش رو ترسیدم. اگه دوست دارین که اونجا هم فیلم بگیرم حتما دیگه خودتون میدونین چیکار کنید دیگه. لایک. پسره بود میگفتش که خانم معلم جون لایک داری. خود دانشکده هم حیاتش که هر کدوم از این دفترها واسه یه کاریه دیگه. مثلا این معاونت تحصیلات تکمیلی دفتر فرهیختگان، اون بازساختیه، اون طرف گفتم آموزش پزشکیه و همینطوری دیگه. یه نمای دیگه بهتون بدم.
بچه ها تموم شد دیگه دانشکده تقریبا و دانشکده دندون نمیرم چون خیلی فاصله داره، ولی یه جایی داره دانشکده دارو که همین روبروه به اسم فکر کنم لاو گاردن اگه اشتباه نکنم که قشنگه دیگه. اونو با هم میگه چرا من اینقدر توپق میزنم امروز. اونو الان با هم میریم میبینیمش دیگه. بریم رو فست فوروارد. وایسا این طرف هم میشه سمت سلف و غذاخوری، این طرف هم یه تالار بزرگه که واسه یه اجلاس و جشن و این داستانات. حالا میریم رو فست فوروارد. بچه واقعا میگم حس عجیبیه چون من خود وقت اصلا اینجا ها نیومدم و واقعا عجیب غریبه. بذارم اینجا رو ببینید فعلا. کلا این که ببینم یکی داره منو میبینه که دارم فیلم میگیرم خیلی حس بدیه. یه زوم بکنم براتون. واقعا این درخت‌ها هر کدوم خیلی سن زیادی. اومدم بگم چند ساله دیدم تر میزنم نمیدونم چند ساله. اینجا هم که ساختمونای مختلف، این مثلا امور فنیه نمیدونستم، من خودم خبر نداشتم اینو. و این هم که لاو گاردنه. به این شکل. امیدوارم که تا اینجای کار خوشتون اومده باشه از این ولاگ و من خیلی دوست دارم بچه‌ها نظراتتون رو بدونم، نه فقط راجع به این ویدیو، راجع به همه ویدیوام. یعنی با بچه‌ها که بعضی وقتا حرف میزنم، من با شما خیلی گپ میزنم همیشه، خودتون هم میدونید. وقتی با خیلی از همتون پرسیدم اینو که آقا ویدیوهای منو دوست دارین یا نه، فقط واسه اینکه کامنت بگیرم و اینا نیست. واقعا من دوست دارم ببینم که نظر اونایی که ویدیوهای منو میبینن چیه. اونایی که هیچ وقت حالا نه نظری دادن مخصوصا، خیلی من دوست دارم بدونم نظرتون رو. پس ممنون میشم واقعا اگه کامنت بزنید برام. اونورم زده گروه زیست شناسی، دانشکده زیستم بچه ها اینجاست. کلا این راه رو، این چی بهش میگن نمیدونم، هر چی بهش میگن، به قول خودشون گاردن، خیلی خوشگله و منم خواستم که یه سری تصاویر به اشتراک بذارم براتون. اینم بازی نمایی دیگه از همین گاردن قشنگ و فکر کنم بس باشه دیگه، حالتون شاید به هم خورد. پس بریم. بچه ها گفتنی ها رو گفتم. اگه دوست دارین بازم از جاهای دیگه دانشگاه براتون ولاگ بذارم، حتما با لایک های این ویدیو به 10,000 تا نه چه چرت. حتی شاید باورتون نشه ولی من خودم این قسمت دانشکده رو اصلا ندیده بودم تا حالا و الان کشف شد. یعنی کلا هر جایی به دستشون اومده یه درختی کاشتن. البته درختا میگم خیلی قدیمی هن، ولی خب همین که نگه داشته شدن فکر کنم زیبا باشه. این هم دوباره همون لاو گاردنی که ازش اومدیم الان و دکتر فک دیگه داره ولاگو به پایان میرسه. امیدوارم که دوست داشته بودید، فعلا درست بود و لذت برده باشین. اگه دوست دارین بازم ولاگ بذارم از قسمت های دیگه دانشکده و دانشگاه، حتما بهم بگین. لایکام باید ببرین بالا دیگه بابا، همینجوری الکی که نمیشه دیگه. بس ببینم چی کار میکنید بچه ها. تا اپیزود بعدی فعلا.